سلام، به آموزش امروز من خوش اومدین. تو این قسمت میخوایم با هم یه جفت دستکش ببافیم. این دستکش ها رو با موتیف کلاسیک یا مادر بزرگ و بافت کش باف کار میکنیم. موتیف ها رو با قلاب سایز 3.5 میلیمتر بافتم، اما قسمت کش باف رو با قلاب سایز کوچکتر 3 میلیمتر کار کردم. یه موتیف رو که بافتین روی دستتون امتحان کنین. جلوتر توضیح میدم. اگه که بزرگ بود میتونین موتیفا رو هم با قلاب سایز کوچکتر ببافین یا اینکه به جای 5 دور 4 دور ببافین. خب وسایل مورد نیاز: قیچی، سوزن مخصوص کانوا، قلابا رو توضیح دادم، جنس کانوا، 100% اکریلیک ضد پرزه. خب بریم سراغ آموزش امروز. من 4 تا موتیف کلاسیک بافتم، هر موتیف 5 دور. این اندازه برای دست من مناسبه. موتیف رو اینطوری قرار بدین پشت دستتون رو بپوشونه. این الان اندازهش مناسبه. لینک آموزش این موتیف رو همین بالا براتون گذاشتم، هم پایین تو قسمت توضیحات. ویدیو رو ببینین، 4 تا موتیف ببافین، برگردین تا با هم ادامه بدیم. توی اولین مرحله باید دو طرف موتیف ها رو به هم وصل کنیم. موتیف ها رو روبروی هم میذاریم. حالا از این گوشه شروع میکنیم. قلاب رو توی این گوشه میبرم. موتیف روبرویی از این گوشه هم رد میکنم. نخو به قلاب میندازم و بیرون میکشم. اینجا یک زنجیره میزنم. توی همین گوشه یک پای کوتاه. موتیف ها رو با پای کوتاه به هم وصل میکنیم. قلاب رو توی دانه بعدی میبرم. دانه روبرویی از این موتیف. میتونین این نخ اضافی رو هم اینجا روی قلاب بندازین تا لابلای پای کوتاه هایی که میبافیم قرار بگیره. خب اینجا یک پای کوتاه میزنیم. دانه بعدی. دانه روبرویش. یک پای کوتاه. به همین ترتیب تا آخر این ردیف. توی آخرین دانه این قسمت یک پای کوتاه زدم. حالا توی این گوشه هم یک پای کوتاه میبافم. یک زنجیره میزنم و نخو قیچی میکنم. اینطوری این دو لبه رو به هم وصل کردیم. حالا دوباره موتیف ها رو روبروی هم قرار میدیم و این طرف رو به هم وصل میکنیم، اما همه دانه ها رو کار نمی کنیم. میخوایم به اندازه انگشت 60 جا بذاریم اینجا. خب اینجا باز از این گوشه شروع میکنیم. یک زنجیره میزنیم و توی همین گوشه یک پای کوتاه. توی 3 تا دانه بعدی از هر 2 تا موتیف یک پای کوتاه میزنیم.
یک زنجیره و نخو قیچی میکنیم. همین کار رو این طرف تکرار میکنیم. خب حالا این نخهای اضافی رو با سوزن لابلای دانه ها ببریم تا بافت کشباف رو با هم شروع کنیم. حالا میتونیم امتحانش کنیم. حالا نوبت رسید به کشباف. روی تمام این لبه ها کشباف کار میکنیم. خب از قسمت مچ شروع کنیم. فرقی نمیکنه که از کدوم طرف مچو ببافین. از این گوشه شروع میکنم. قلاب رو تو این گوشه میبرم. نخو به قلاب میندازم و بیرون میکشم. یک زنجیره میزنم و محکمش میکنم. حالا 15 تا زنجیره میبافم. توی دومین زنجیره از سمت قلاب یک پای کوتاه میبافم. من ترجیح میدم که توی حلقه های پشت زنجیره ها کار کنم. پس توی حلقه پشت دومی زنجیره یک پای کوتاه میبافم. به همین ترتیب توی هر کدوم از زنجیره ها یک پای کوتاه. پس باید 14 تا پای کوتاه ببافیم. 14 تا پای کوتاه بافتم. حالا با بافت نامرئی وصلش میکنم به اولین دانه. بعد از این گوشه اولین دانه. توی این دانه یک بافت نامرئی میزنم. توی دانه بعدی هم یک بافت نامرئی میزنم. به این صورت. کارو میچرخونم. توی حلقه های پشتی این زنجیره ها پای کوتاه می بافم. ببینید الان 2 تا بافت نامرئی زدیم. پس این 2 تا دانه میشه بافت نامرئی. این میشه اولین دانه‌ای که باید توش پای کوتاه ببافیم. توی حلقه پشت این دانه یک پای کوتاه. به همین ترتیب تا آخر ردیف. من ترجیح میدم که توی آخرین دانه دیگه فقط توی حلقه پشتی کار نکنم. هر 2 تا حلقه رو روی قلاب بندازم. پس اینجا آخرین دانه یک پای کوتاه، یک زنجیره میزنم و کارو میچرخونم. دوباره از اولین دانه شروع میکنیم. توی حلقه های پشتی یک پای کوتاه میبافیم.
من ردیف سوم هم کامل بافتم. تا اینجا 3 ردیف بافتیم. حالا وصلش میکنم با یک بافت نامرئی به این دانه. توی دانه بعدی هم یک بافت نامرئی میزنم و باز کار رو میچرخونم و این الگو رو تکرار میکنم. توی اولین دانه حلقه پشتی یک بای کوتاه، به همین ترتیب فقط توی آخرین دانه هر 2 تا حلقه رو میندازم روی قلاب. آخر ردیف یک زنجیره و به همین ترتیب. اینجا هم باید توی 2 تا دانه بافت نامرئی کار کنیم. بافتم هنوز تموم نشده، فقط اومدم که 2 تا نکته رو بهتون بگم. یکی این که من میخواستم این قسمت کش باف رو با قلاب سایز کوچکتر ببافم، اما یادم رفت. برای همین اون چند تا ردیفی که با هم بافتیم و من شکافتم، دوباره با قلاب سایز 3 میلیمتر بافتمش. دیگه این که وقتی به این قسمت رسیدیم، اینجا من باید توی این گوشه یک بافت نامرئی بزنم. حالا میتونیم بافت نامرئی بعدی رو توی این گوشه بزنیم. یه کوچولو فاصله میافته، برای همین من این کار رو انجام نمیدم. به جاش این قسمت بافت نامرئی میزنم. قلاب رو میبرم، یکی از این حلقه ها رو میندازم رو قلاب و از پشت کار در میارم. حالا یه بافت نامرئی میزنم اینجا و بقیه بافتم که همونطوری که با هم کار کردیم. من روی هم 35 ردیف پای کوتاه بافتم. آخرین بافت نامرئی رو روی این قسمتی که این 2 لبه رو به هم وصل کردم زدم. حالا دستکش رو پشت رو میکنیم تا این 2 تا لبه رو به هم وصل کنیم. خب برای وصل کردن این 2 تا لبه از بافت نامرئی استفاده میکنیم. حلقه جلویی این دانه، قلاب رو از حلقه جلویی اولین دانه رد میکنم. از این طرف توی حلقه های پشتی دانه ها کار میکنم. پس قلاب رو توی حلقه پشتی این دانه میبرم و یک بافت نامرئی میزنم. حلقه جلویی دانه بعدی و حلقه پشتی دانه روبرویش یک بافت نامرئی. بافت نامرئی توی آخرین دانه. اینجا هم یه زنجیره میزنم و نخو قیچی میکنم. خب حالا باید دقیقاً همین بافت رو
بالای دستکش و این قسمت انگشت شست هم کار کنیم. اینجا با 15 تا زنجیره شروع کردیم، اما این 2 تا قسمت رو با 4 تا زنجیره کار میکنیم. قلاب رو توی این گوشه میبرم، نخو به قلاب میندازم و بیرون میکشم. یک زنجیره میزنم تا این نخو محکم کنم اینجا. حالا 4 تا زنجیره توی هر کدوم از این زنجیره ها، توی دومین زنجیره از سمت قلاب یک پای کوتاه، پس توی هر ردیف 3 تا پای کوتاه داریم. به این صورت. حالا با بافت نامرئی وصلش میکنم به این دانه. توی دانه بعدی هم یک بافت نامرئی میزنم، کارو میچرخونم. توی حلقه پشتی اولین دانه یک پای کوتاه، حلقه پشتی دانه بعدی یک پای کوتاه، دانه آخر رو هر 2 تا حلقه رو کار میکنم. یک پای کوتاه، یک زنجیره میزنم، کارو میچرخونم و این بافت رو تا آخر این دور ادامه میدم. به همین ترتیب اینجا هم همینطور. اینجا گوشه‌ای نداریم، پس باید توی دانه ها کار کنیم. قلاب رو توی این دانه ببرین، نخو به قلاب بندازین و دقیقاً همین بافت رو تکرار کنین. اینجا هم 4 تا زنجیره کار میکنیم. خب من تمام نخهای اضافی رو هم توی کار بردم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. لطفاً این ویدیو رو به اشتراک بذارین و نظرتون رو درباره این آموزش برام بنویسین. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.